مقام ابراهیم از جمله در داخل آن خانه مقام حضرت ابراهیم هست. بعض علما از مفسرها گفتند که مراد از مقام ابراهیم عیناً همان مقام ابراهیم عز پای حضرت ابراهیم علیه السلام که در بالای سنگ برآمده بنای کعبه میکردند و پای ایشان در آن نقش گرفته بود که حضرت عمر رضی الله عنه در زمان خلافتشان آن را از نزد کعبه گرفته در جایی که حاضر قرار دارد همانجا گذاشتند. و بعض علما میگن که مراد از مقام ابراهیم هر یک مشاعر مقام ابراهیم را به خاطر می آورد. بنای کعبه، طواف در خانه، آب زمزم، مقام ابراهیم، سعی صفا و مروه، اینچنین جمرات و مینای و عرفات و سنگزنی و قربانی، همش مقام ابراهیم است.